وفات مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با مادرش به سوی مدینه سفر کردند، در راه در منطقه ابوا مادرش از دنیا گذشت. در این وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 ساله بود. در ایام سال فتح، وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی مکه آمد، از خداوند اجازه خواست که قبر مادرش را زیارت کند. خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجازت داد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم سر قبر مادرش ایستاده گریه میکرد و مردم اطرافش نیز به گریه در آمدند. در آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: قبرها را زیارت کنید، چون که مرگ را به یاد می آورید. روایت مسلم. بعد از دنیا گذشتن مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم، ایمن کنیزک پدرش پیامبر صلی الله علیه و سلم را در تربیت خود درآورد و کفالت او را پدر کلانش عبدالمطلب به عهده گرفت. چون سن پیامبر صلی الله علیه و سلم به 8 سالگی رسید، پدر کلانش نیز در سن 82 سالگی از دنیا گذشت. ولی قبل از وفاتش عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوطالب را وصیت کرده بود که کفالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عهده گیرد و او را با تمام احتیاط نگاهبین کرد. حتی زمانی که خداوند او را به پیامبری فرستاد، با وجود اینکه ابوطالب مشرک بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مقابل کافران نصرت میداد و از او پشتیبانی میکرد تا ابوطالب نیز از دنیا درگذشت. چنانکه در حدیث های صحیح آمده است، به خاطر همه آن خدمت هایی که ابوطالب در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد، خداوند عذاب او را کمتر از دیگر مشرکان گردانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.